خب سوال دیگر گفته است که شما را حقارت میکنند، ما نیز اونها را حقارت میکنیم، آیا همین درست است؟ اکی یک کار برادر عزیز که انا خلاص شاید در اینجا سوال طولانی است که من ایرا مختصر خوندم. میگه در بعضی محفل ها میشینیم از شما ایراد میگیرن، شما را غیبت میکنن، مقصد شما را حقارت میکنن، ما در عوضش اونها را حقارت میکنیم. اکنون برادرای عزیز و گرامی، حقارت کردن اونها را من نمیدانم به چی خاطر باشد، به چی خاطر اونها ما را حقارت میکنن. من فکر میکنم از یگان نفر خب یگان مبلغ اونها را به طریق زوری نگرفتم، یا اینکه یگان از یگان نفر خلاص پول گرفته باشم، منکر نشیدم که من پولی ترا نمیتونم، یا اینکه من یگان کسی را یاد ندارم که دست بالا کرده زده باشم، یا حق یگان یتیم و بیچاره را خورده باشم، یا اینکه در حیات مقصد به یگان کسی زیان و ضرر رسانده باشم. الحمدلله رب العالمین، مقصد من از این چیزا برای چی گفتم که من مقصد این کارا را نکردم. یا همون نفرایی که مثال من غیبت میکنن یا تنقید میکنن یا حقارت میکنن، راستی من شاید یگان نفری نزدیک اونها را مثال گرفته و سر دادگی نیستم، اکنون نمیدانم برای چی مثال اونها حقارت میکنن. ولی الحمدلله رب العالمین که هرگاهی که اینها ما را حقارت میکنن یا تحقیر میکنن، من از همینجا ایستاده میگم که در عوض این که من میگم خدای مهربان شما را توفیق دهد، خدا شما را هدایت کند و الله مهربان همون بخلی که هست، حسدی که هست، همون بدبینی که در شما هست، خدای مهربان اونها را ای وجود شما دور کنه که من تنها نه هزارها را با شما با این فعلهاتون حقارت میکنید، شما از ثوابها و کردارهای نیکتون بد محروم میشید. لیکن برادرای عزیز، شما میگه ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادب. اونها هرچی بد کردن در نظر من بد آمد، من ترکش کردم. وقتی که آدم حقارت کرد تو حقارت کردی، تا از او چی فرق داری؟ شما حقارت نکنین برادران عزیز و گرامی، حقارت نکنین. و هر چیزی که اونها هم میگن، ما الحمدلله رب العالمین از اینجا ایستاده میگم که در کدام باب مرد برای چی حقارت میکنن، چی مسئله یا مسائلی را من مثال هر چیزی را که میگم من برای گفتگی خودم دلیل و حجت دارم، من از پیش خودم چیزی گفته نمیتونم. برای من شکر الله مهربان میکنم تا امروز من یگان امر الهی را یا یگان فرموده الهی را مقصد انکار نکردم، یا اینکه در مقابل یگان فرموده خدا نایستادم که من انشاءالله زبانم در این باب دراز است. عقیده من به همه مردم معلوم است که من در هر یک مسئله چی جواب گفتگیم. برای این برادرای عزیز شما حقارت نکنید. عزیزای خدا میگن ما شاخی درختیم پر از میوه توحید، هر رهگذر سنگ زنه آر نداریم. اکی یک چیز است که شما دیدین که همین درختای بی میوه را یگان نفر سنگ میزنه؟ نمیزنه. آخی در کجا یک درختی میوه داره همون را سنگ میزنه. اکی شکر که شاید ما از همون درختای میوه دار باشیم که امروز در کجایی که میشینیم، شاید اگر در 10 جا نامی من را گیرم، گمانم همیه که ممکن در اکثریت شما را به نیکی یاد کنن، ولی در بعضی جایهاش شاید ما را به بدی یاد کنن. همه ما را به بدی یاد میکند که یا به ما یگان بخل داره یا حسد داره، یا از
پیروای مذهب حنفی نیستند. از بس که من بیشتر در نسبت اونهایی که از مذهب ابو حنیفه بیرونند، تماما از شاید از همون عقیده ای که چون میگن از همونشان بیرون باشن، همونها ما را ممکن که یگان سنگزنی کنند. لیکن الحمدلله رب العالمین ما در این باب دادرای عزیز هیچی غمگین هم نیستیم، رو هفتاده هم نمیشیم، زیرا یک پیغمبر نازنین اینقدر جادوگرش گفتن، فالبینش گفتن، شاعرش گفتن. ببینین چی گپایی در حق این نگفتن، آخی دیوانش گفتن، همه گپ پیغمبر نازنین هم میگفتن که او رحمت للعالمین بود. اگه ما که وارثای او هستیم، ما که پیشبرنده کاری پیغمبر نازنین هستیم، آیا ما را باید نگن؟ مادامی که ما را که نگن، این معلوم میشود که کاری ما یگان نتیجه نداده. کار نتیجه که داد، بعد از هر طرف سنگ زدن میگیرن. برای شما همین قدانیم برادرای عزیز که شما اونها را پرسین که در کدام مسئله شما حقارت کردین، برای چی همه آدم مقصد در همین مسئله شما خب یعنی دشنام دادین، در کدام همون مسئله را شما در من برسونین. شما مرا همون مکتوب مثال همون چیز رو نویسونین که این فلانی آدم میگن بابای حاجی مثال این همین مسئله در مثال مقابل آیت قرآن و حدیث پیغمبر است. شما گوین، بعد من گویم که حق به جانب او هست که مقصد ما را از حسابی که از آیت یا حدیث که روی گرداندم مرا که حقارت کردن. برای همین شما سبب هاشم بیارین. خدا رحمت کنه خواجه حافظ هم میگو حسد چی میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. و همین خواجه حافظ هم بسیار دشمنی میکردن. اگه خواجه حافظ که بسیار بلند که ایجاد میکرد، و بعضی شاعرهایی که مقصد در دیگر جا حافظ که میگفتن، دیگراش اگه بد رو میبرد و رشک رو میبرد و غمگین میشیدن، بعد خواجه حافظ گفت آخی با من چی حسد میبرین، با من چی بدبینی میکن، آخی قبول خاطر و لطفی سخن خدا داده، آخی را مرا خدا داده گفت. برای از وقت تاجیکی ما میگو با خدا دادگان ستیزه مکن که اونها را خدا داده است. حضرت مولوی جنونی میگو عجب رسمی است در این دار غدار، که صد نااهل بر اهلی گرفتار. ندیدم هیچ یک شایسته خوی، به دنیا زنده باشد به عدوی. نه گل به خار می روید در این باغ، ملال بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر در جفای منکری دل، شود شاید مراد از صبر حاصل. یگان گلی را دیدین که پروش در خار نباشد، یگان بلبلی را دیدین که بیزاغ باشد. برای همین میگه حضرت صبر کن انشاءالله دست بالا تا هستی. برای همین داداره عزیز شما حقارتشون نکنین، شما از اونها پیروی نکنین. اونها خیلی این کار که کردن، شما استغفرالله بگین، شما بگین الحمدلله رب العالمین که هر کسی در دنیا کسی را حقارت کند، روز قیامت این مردک ثواب از او میگیرد. الله مهربان حفظتان کنه برادر عزیز. این بود یک چند سوال هایی که در پیش من برای شما اینها را جواب گفتم. خدا خواهد باز سوال هایی که در پیش من هستند من برای شما اینهاش هم جواب میگردونم. الحال خدای مهربان همه شما را عمر دراز بده، ایمان کامل تون بده، خداوند سعادت دنیا و آخرت تون بده و الله مهربان به همه مقصدها و مرامهاتون موفق و میسر تون کنه. خدای مهربان جمعی برادرای ما که در سفرهای کاری هستند، مسافرند، در غربتند، خدای سفراتون خیر نیک بگردانه. الله صحت و سلامت به این
وطنتون به این دیارتون شما را رسانه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.